سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز کامنت و همراهان پیک شادی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم که در این کامنت هم ما رو همراهی کنید. بسیار خوب، ما آغاز میکنیم با جوک جدید سال 1402 که داغ رسیده و کی گفته این جوکو؟ زرافه ولایت یعنی امیر عبداللهیان. اگه اجازه بدید قبل از اینکه این عکس نشون بدید، چون گفتین امیر عبداللهیان، این امیر عبداللهیان یه موجود عجیبیه، اصلا چالش برانگیزه برای کامنت. این هر حرفی که میزنه انبوی کامنت داره، آدم ببین کدوم انتخاب بکنه. یک بیماری صعب العلاجی هم داره، اصلا لاعلاج. البته خودش هم که گماشته پاسدار سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی، و اون خود دیپلمات پنداری است، یعنی فکر میکنه در عالم خیال که دیپلماته. بعدم طبق همون قانونی که میمون هر چی زشتره بازیش بیشتره، هر از گاهی یادش میفته انگلیسی و عربی صحبت کنه دیگه، واویلا. بله، اما اینو نه به زبون فرانسوی گفته، نه به زبون انگلیسی، نه به زبون عربی. فرقی نمیکنه البته. به زبون فارسی گفته. همش قابل فهم نیست. بله. وزیر خارجه رژیم از دولت فرانسه خواست از توسل به زور علیه معترضان فرانسوی خودداری کنند. یعنی واقعا جوک از این تو. بله جوکه، ولی خود جوکش دارم از حالت جوکم خارج میشه. ببین این وحشی فکر میکنه هر جای دنیا اعتراض باشه یه ولی فقیه هست، میخوان اون ولی فقیه رو بندازن پایین. بعد داره به زبان مهندسی معکوس میگه چرا سرکوب نمیکنید؟ چرا نمیرید آدما رو به گلوله ببندید؟ مگه این آدما بیماری زمینه‌ای ندارن؟ مگه میل به خودکشی ندارن؟ برید خودکشیشون کنید. بعد تازه اگرم کسی رو گرفتید مجبور شدید آزاد کنید، تا نرسیده به خونه‌اش سر به نیستش کنید. داره راهنمود میده به زبان یعنی مهندسی. منظورش اینه که پلیس فرانسه بیاد آموزش ببینه، باید بیاد پیش پلیس آخونده آموزش ببینه. اصلا یه پلیس نظام، یعنی پلیس همین عبداللهیان اینا یک کلیپ آموزشی پر کرده که تو اصلا ببینیم می‌بینی پلیس تو چه نقطه‌ایه، پلیس‌های نظام. برای همین آموزش پلیس‌های بقیه کشور. بله اصلا وظیفه آموزشی همه پلیس‌های دنیا رو به عهده گرفتن. بله ببینیم پس با هم. این از 25 اسفند قانونی اعمال شده، رانندهایی که خندون نیستن، حالت روحیشون شاد نیست، دستگاه تشخیص دیگه تست هم میگیریم، متاسفانه ماشین میخوابونیم. چه کاری کن خودت شاد بشی بزنم بری. چیکار میکنی بخندی؟ من اینجوری نمیذارم بری. تنها راه اینه که شاد باشی. من خودت شادش کنی. دستگاه کم نشون میده بعد بخوابونم باشه. اگه نتونی نه. بله 40 سال آخوندان دارن همه چی رو با زور و ضرب و باتوم تحمیل میکنن، فقط شادی و خنده و رقص مونده بود که اونم الان زورکی شده، جریمه میکنه. واقعا مهران آخوندا تمام پلیس‌های دنیا رو آچمز کردن، پلیس گذاشتن یقه مردم میگیره، میگه چرا نمیخندی، چرا نمیرقصی، چرا شادیت کمه. واقعا اینجاست که ژان والژان هم کم میاره توی مهربونی و عطوفت قلب. ژان والژان کم میاره. از اون طرف سنگ پای قزوین هم جلوی این روی آخوندا اصلا اختیارش تقدیم میکنه، اختیارش خودش. بله. اما حالا الان شما اینو گفتی، از این تصویر رو با هم دیدیم از پلیس ولایت مدار. اگه پلیس ولایت مدار اینه، من یک کلیپ بهت نشون میدم، این کلیپ بگو مال کدوم کشوره. شما میتونی بگی این کلیپ مال کدوم کشوره؟ ببینیم با هم. این الان پلیس کجا بود؟ دیگه نمیگفت چرا نمیخندی، چرا نمیرقصی، چرا شادی نمیکنی. یه داستان دیگه ای داره. خب این پلیس که پلیس نظام بود هنوز، منتها این مثل همون داستان کمدی الهی دانته است، دوزخ و بهشت داره. اون قسمت بهشتش جلوی دوربین و چرا نمیخندی، چرا نمیرقصی، قسمت دوزخش اینجاست. احتمالاً اون هموطنمون نمیخندیده، این مجبور شده با ضرب و شتم بگه چرا نمیخندی. این ضرب و شتم در راستای آوردن خنده بوده. پلیس نظام دیگه. ادامه همون اصلا این بود. پلیس رو گذاشتن برای درصد مهربانی جامعه رو چک کنه. حالا به هر شکل، به هر شکل، با ضرب و لگد و جفتک و گاز گرفتن و
حالا همین امیر عبداللهیان ظرافه ولایت ببین چی گفته، به ایرانیان خارج از کشور گفته در طول سال نه یک بار که 10 بار به ایران سفر کنید. احتمالاً برای همین صحنه‌ای که دیدیم. فقط بگم که اگه وارد مقوله امیر عبداللهیان بشی 10 تا برنامه کامل دیگه اصلا نمیتونیم خارج شیم، پشت هم میاد. ولی اون یکی رو هم با هم بریم. ببین امیر عبداللهیان احتمالاً تو طرح‌های جدیدشون، چون خودش نفر سپاه قدس، خودش افتخارش این که گماشته قاسم سلیمانی بوده دیگه، تو طرح‌های جدید گروگان کم آوردن. این دیپلمات تروریستایی که ما هم بفرستن برای طرح‌های جدیدشون گفتن تا گروگان ما به جای خودمون نبینیم، چون آدمای دست پا چلفتی هم مثلا سری لو میرن دیگه، ما دیگه عمل جدید انجام نمیدن. میخوان سری گروگان بگیرن، بگیم ما به جای شما اینا هستن، شما برید این کارهای تروریستی رو انجام بدید. دنبال گروگانه. خودش اصلا میگه اصلا افتخارش اینه، رزومش اینه، من چیز گماشته قاسم سلیمانی بودم. نه یه بار 10 بار سفر کنه. من نمیدونم الان چی شده، مهره‌های رژیم ریز و درشتشون الان همه دنبال اینن که هر کی از خارج هست برگرده ایران. اون از امیر عبداللهیان، اینم از آخوند رئیسی گفته ایرانیان خارج نشین به داخل برگردن، بسترهای لازم رو برایشان فراهم میکنیم. این بسترها چیه که قرار فراهم کنن؟ فراهم کرده دیگه. فراهم کرده. یکی از اون بسترها که دیگه اون پلیس وای میستاد میگفت چرا نمیخندی؟ الان قیمت دلار، قیمت گوشت، قیمت ماشین، همه اینا بسترش فراهمه دیگه. اصلا وضعیت طوری که تو ایران میری خرید میکنیم، فروشنده پولی بهت میده، میگه خیلی ممنونم که اومدین خرید کردی. اینقدر بستر فراهمه. پس به خاطر اینه داره میگه. حالا اتفاقا در راستای همین بسترسازی ها بازیکن تیم ملی روسیه که اسمش هست نیکولای کوملیچنکو که مهاجم تیم ملی روسیه است، گفته همه چیز در سطح بسیار پایینی بود. اینه که از اوناست که اومده ایران برای فوتبال، مهمون هم بوده تازه. گفته همه چیز در سطح بسیار پایینی بود. آخرین بازی خود را مقابل ازبکستان در تاشکند انجام دادیم، آنجا سطح راحتی بیشتری وجود داشت. پس این چی شد این بسترش؟ تازه این خارجیه. بله تازه این مهمون خارجی بوده. اینا پدر خودشونو در آوردن که یه چیزی روی خود نشون بدن که قابل اکل باشه واسه اون. اهل روسیه هم هست. رفته اینو گفته. یعنی اونقدر بستر تو رژیم تحت حاکمیت آخوند فراهمه، هر کی میاد تو ایران میخواد بستریشه، زمینگیریشه. اصلا پس منظور اینه، منظور از بستری یعنی میکنه. بلایی به سرش میاریم که دیگه نتونه راه بره، بستریشه. بله. آخونده با فیلتر شکن بلند شده رفته تو توییتر، اکانت هم درست کرده برای خودش. ببین حالا چی نوشته: یه سال دیگه هم گذشت اما آخوندها هنوز هم هستن. بعدم عکس یه گله از آخوندهای حکومتی رو گذاشته. این قشنگ گل به خودی زده. توییت گل به خودی قشنگ نشون داده که خود اینا منتظرن که سکله پاشن هر روز. تازه خوشحاله که یه روز گذشته سرنگون نشنه. اینا هر روز اینا منتظرن که سرنگون بشن. هر یه روز که میگذره میگن آخه جون که سرنگون نشد. خب چرا همینو اومده علنی توییت کرده پشت پرده میگفتینو؟ تو خیلی کم لطفی. تمام دستاورد اینا همین بوده که یه روز گذشته سرنگون نشدن، بعد اینو پشت پرده بگه. از قضا اینو باید جلوی پرده بگه. تنها دستاوردشون رونمایی از دستاورد. آقا این سال 1401 که خامنه‌ای اسمشو گذاشته بود تولید دانش بنیان تموم شد. آخرش هم ما نفهمیدیم این آخوندا چیشون دانش بنیانه، کجای این رژیم دانش بنیانه. اختیار دارید. الان من 2 تا عکس به شما نشون میدم، ببینید دانش بنیان یعنی این. نگاه کن آخوندا رو. اگه مرحوم گالیله الان زنده میشد این وسایل و این عکس رو میدید، میگفت ما چند صد ساله از این دنیا رفتیم، هنوز علم پیشرفت نکرده، هنوز تو همون نقطه قبلیه، عقب‌تر هم رفته. نه چیکار دارن میکنن اینا؟ دارن استحلال میکنن. یعنی چی استحلال؟ یعنی به وسیله همین وسایل دنبال ماه میگردن. بابا آخه پیدا کردن هلال ماه با کش قیتونی و با مزوات و مگه تلسکوپ نیست تو قرن 21؟ تلسکوپ هست، اون تو تلسکوپ و اینا توطئه های استکبار جهانیه. دقیقاً خامنه این 4 تا هوش طبیعی، بیهوشی طبیعی رو البته آورده در مقابل هوش مصنوعی. میخواد جواب بده به اون. بله که با این وسایل یک مشت محکمی بزنن ولایت مداران تو دهن تلسکوپ جیمز وب و ناسا و هر کسی که از شیوه‌های علمی برای پیدا اصلا کرد. تمام دستاوردهای علمی بشریت دقیقاً روبرو، یعنی
هوش مصنوعی معادلش اینه، هوش طبیعی این 4 تا آخوند که با این چشای بابا قوریشون مثلا ماهو پیدا کنن. بعدم که پیدا کردن پوز بدن که به استکبار جهانی رو ما شبات کردیم. بابک شاه پرستان یکیشون این رئیس تلویزیون ساواکیاست که استراتژی مبارزه رو هم اعلام کرده. از امشب هر شب ساعت 9 همه چراغ‌ها را برای 1 دقیقه خاموش می‌کنیم. فداکاری بزرگ. اگه این استراتژی مبارزه اینه، پس نوک پیکان مبارزه وزارت نیروی رژیمه، چون هر روز چراغ‌های مردم خاموش می‌کنه، روشن هم نمی‌کنه. اونم نه فقط چراغا، کل برق رو قطع می‌کنه. اونم نه 1 دقیقه، اصلا ساعت‌ها. وزارت نیروی رژیم اولین کسی که حرف اینو گوش می‌کنه باید بره بپیونده به ائتلاف و منشور بده بیرون. منشور بده. خب بابک رسیدیم به بخش پایانی. بخش پایانی رو گذاشتیم برای کامنت های یه جمله‌ای، یعنی به صورت ضربتی به خلاصه ترین شکل ممکن 2 تا عکس بهت نشونم، تو کامنت 1 جمله‌ای رو بگو براش. ببینیم با هم. از یه جمله هم کمتر میگم. دور همیه کلاس 6 بله، دوره همیه کلاس 6 کلاس 6 بسیار خوب، مختصر و مفید. بله، از یه جمله هم کمتر. از یه جمله هم کمتر. ممنونیم از شما که همراه ما بودید. تا یک دیدار دیگه و یک کامنت دیگه، خدا نگهدارتون. شاد و سرفراز باشید.